Фармон Паҳлавон, яъне Вафои Фармон 23 майи соли 1970 дар деҳаи Кошонаи шаҳри Панҷакен таваллуд шуданд. соли 1978 дар мактаби миёнаи деҳаи Кошона дар синфи 1 дохил шуда, соли 1986 мактаби миёнаро хатм карданд. соли 1990 оиладор шуда, соҳиби 6 фарзанд шуданд. بعد از مکتب میانه سال 1986 تا سال 1989 در دانشگاه زوتکنیکی سمرقند تحصیل کردند. از سال 2005 تا سال 2010 به حیث رئیس خواجگی دهقانی دهی کاشانه کار کردند. اشتراک در بازی‌های بزکشی از سن 18 سالگی آغاز کردگی هستند. فرمان پهلوان در داخل جمهوری و برون از آن هنرنمایی‌ها کرده صاحب جایزه‌ها گشتند. از آن جمله در جمهوری ازبکستان، سمرقند، اورگوت، بخمال و دیگر ولایت‌ها و ناحیه‌های جمهوری ازبکستان هنرنمایی‌ها کردگی هستند. در جمهوری تاجیکستان باشد قریب در تمام منطقه‌ها در بازی‌های بزکشی اشتراک کردند. ما اینجا دام گرفته ایستادیم، ساعت 1 روز شد. اگر burada نام میخوریم بعدا شروع میکنیم به سوالهایی که شما پیشنهاد کرده بودید. حال مدار شود. نون و نمک در همه جا کیوان جا. این تیپیک نون نمک با من نون روغنی تخمی جوشاندگی حاضر قیله میبیاد اثر ما میزنیم و خوب زد. خوب زد. یک شب همینجا دم میگیریم. خودش که اون طرف مال ایرو مال یکم مال جن ما کار دمیانش یک میکشیم خلاص. برای ما تقدیر کرد که با فرمان پهلوان به سیر کوههای دهه کاشانه برآمده باشیم، با کوههای دهه زادگاه باباگی و اجدادی همین پهلوان نامداری وادی زرافشان و برخی ما دین اعلان کرده بودیم بعضی مخلصاتون و بعضی سوالهایی که در سر خودی ما زد امروز میخوایم که به شما داده باشیم. من اول تشکر میکنم که سخنی ما رو رد نکردید. امروز با ما همسفر شدید در این کوهسار. ناوابسته از اون که پوچه‌شان معیب بود با ما همراه شدند. باور کنید این کار هر کس نمیکند. من می‌ندارم درستی گپ. یکم سوالی که دادن همین بود که برای چی فرزندانشان پهلوانی نمیکنند. چه می‌دونم خب بزرگ کاری نهادی بزرگ دیدم شاخما پسرش خوردیم وقتی شاخما برای یک اسب اشتیم منمی استوری کردیم شاخما بود شرایط زندگی روسیه پرسوندم روسیه رفتن یک سال دو سال گشت او همون شوق بچگی دیگه فعل بود رفتن آمدن علاقه دیگه فعل ده هم برای یک هر شوقش اون درجه شوقی همین بچگی خودم باره نه و خودم گفتن که بیا خیلی حاضرن بزکش‌های چخلگی اون دور زمان ما میتاختیم و آدم ها یک مهر بعد یک دیگر چی بودن حاضر سال هم بچه‌هایش خیلی پهلوان یک دیگر که هی کردن اسلوب ترتیب دارد
با یکم مایب نکن شاید همین آشش مان همین اولاخت یک دولت پروانش بس همین بچه همین که سال که چی خب با خدا خود مایده خیلی ممکن همین اولاختازی با پیش برد. رساله شما مثلا از شما بالا کیها پهلوان بودن در اولاد شما؟ باباتون، داداتون کیها از اونها؟ من راستیت اولادان همین پهلوان ما اکنون همین بابام هم مثال بابای بفا ما پدرشان گیم من اولاد آچگی ما نه اولاد همین پدر ما پهلوان گوشتگی پدرشان هم پهلوان گوشتگی خیلی گوشتینگی بعد این آدم راست که بکن بابا ما چخل گیم خیلی همین عبره بی وادی زرافشان گیم یک پهلوان نامی هم گوشتینگی نموده این آدم دیگه یک عمل بچه‌شان من این پدری و اما پهلوان ما پدرشان خوی جنبیرد پهلوان که بابای من اکای دادر بودگی ده از خوی جنبیرد پهلوان اما کم اما پهلوان شدگی از بابای بفا پدرم پدرم از خوی جنبیرد آخه پدرشان اسرافیل پهلوان شده اسرافیل این اما کم اما پهلوان شدگی همون بابای اما کم کتی بابای من پدری دادم اکای دادر بودگی ها اینو اولادان خدا باشه که پهلوان گوشت آمودیم بعد دادم پهلوان شدن از دادم اما کم پهلوان شدن حاج امان قل حاضر پهلوان از حاجی شدن خیلی آدم بروقت پهلوانه بس کنن بعد اما کم من برامدم بعدی من بچه های باید آدم 4-5 تا فرزند دارم و آدم خیلی بچه هاشون همین کسب نکردن با بعدی من خیلی پسرچم کمز شغمان خدا خود میبرد با پهلوانی که اولادان دیگه همچنین آدم در خونتون هم حق در خونه هست در کامنتاری نوشتین اوزاقبای پسری فرزند هم که ابوبکر سلام نفرستونده اینتونا سلامشون قبول بکنید رحمت همین گفتن نموند که تشبسکاری همین سفری مهم هم اوغدم سخت خواهش کردم چندی مراتب زنگ زدم جدی راهنمایی کردم من پدرشون با ما هم سفر هستند ما اصلا بی‌ندور هستم راستی گفت همه این کارو نمیکند برای یک دیه برای یک منطقه خودم همین چیز ماند التماس وطنی ما هم روید هرچند گفتم که من از ششقت برآمده از اون طرف این طرف گرفتم از واتا برآمده نوار کردم نه حتما از ما میگه کاشانه برای گفته سلام همین عادت برادرم قبول میکنید رحمت یگان حالتی فراموش نشونده از بوسکشی ها این خیلی حادثه بسیار حسابی خرسندی چخیل گیم همین یکم اولاختازیم خیلی 17-18 سالگیم سر شده باشد اون وقتا در دیه هم اسب هم بسیار در همه کاشانه باید پهلوان هم بسیار از همون اما کم پدروس هم حاج شما آمد خدا رحمتی مرزا احمد پهلوان بعد این ابو پهلوان بودن محیدین بودن خاله بچه ما چند نفر دیگه اسب هم یک 20 تا اسب بود اسب گرفته میرفتم یکم همین در یادم نمیبرد یک کار اول کار در آخر حیاتم نمیبرد یک اسب جیران داشتیم اون وقتا سالم یک تا گاو میمونن یک تا اخری هم پنجره یک تا حاضر محکم شیرالی میگن هم اولاغ کرد اما که گل محمد بکاول بدن پنجره و آدم خدا رحمت کنم مردن بعد آخران سالم یک تا وای ماندن گاو ماندن گاو اون وقتا گاوی کلان این گوه سالی حاضر گاوی کلان ماندن یکی بود همین پایین دو کس سه کس گرفتن هم مرا نزدیکتر حاضر همین ایرپورت در آمد پنجره همین اولاغ جا بود یکی همین که من برسید من گرفتم و اسبم همون اسبان پهلوان کردگی همون اسب جیران بود اما کم میتاختن من یک پشتشون رفته یک چکر میسور میشنیم همین گوه با پرتافتم همین گوه پرتافتم نه پرتافتگی جیر زن اون وقتا میکروفون نیست دهنگی هایی میگن وانا این بچه اگجا این گفتن اکاشانه بچه کی بچه فلان چی بچه شاید پول ترک نبیری کاری بافم ها ایران کردن گوه دادن همین خورسنده که گوه اتاب کرد از دایره این طرف گوشتیم همین مترسیکل اورال داشتیم یادم اون نمیبرد اما کم همین سوش رفتن همونه گیفتیم پیش مترسیکل آوردیم تا حالی یادم اون نمیبرد خیلی غلطی دناک بیشتر خیلی سالمایی کلان هم گیفتن بیشتر
حالتی بود که اولی از موضوعش رو همین افتادن. همین بعد نام ما بعد این پهلوانی با گذشت و همین الاختازی ما سر شد. برادر نویستند که از دهه روزیابناکی از فرمان پهلوان درباره عباس پهلوان روزیابناکی پرسید. مثلا درباره همون کس چی میدونید؟ همون کس همچون کی میشناسید؟ با- چگونه پهلوان بود؟ و آدم یکی پهلوانای نامی همین وادی زرفشان بودن و آدم که نکم یک ممکن 20 سال الاغ تاخته باشه. پدرشون من میدونم رحمت خدایی که پهلوان بچه بودم خیلی من راستی بچگی ما یک 7 سال 8 سال پدرم که یک جای الاغ تاختگی بود. من حال همون وای میرید از کوپری که شرچه میگذارید همون عباس پهلوان شالی پایا کردن کو دست راست همون شالی پایا نامسته همونجا الاغجا بود. الاغجا بود رحمت پدرشون الاغ میتاختن دادم الاغ میتاختن من الاغ میتاختم عباس پهلوان الاغ میتاختن همونجا گیاجه الاغ تاخته گی و آدم یک پهلوان نامی همین دیار آدم پهلوان زور بودن همین آخرون اسب چیکه داشتن چیکه داشتن همین آخرون تاختگیشون همو است همو است بعد خیلی اسب چیایی گرفتن اسبداری کردن همین که سن سال رود و خیلی واسه میکنید این پهلوان زور بودن. پهلوان های نامی دهه کوشانه یادآور شده گذرید و روشن شد شود از حوزیره ها که ها دقت شما رو جلب کرده. مثلا پهلوان های نامی که ارزنده هستند برای پهلوان بودن در دهه کوشانه. خیلی بابامو پهلوان میدونید بابای بفهم من همین جمعیتی پهلوان بعد امکم دادم و اینجا نامشون رو گوید بگذار که در ثبت شود چه بگه این 100 ساله ها که بیسته امون پهلوان فراموش شده بفو پهلوان بابامو جمعیتی پهلوان بابای امون پهلوان بعد دادم خیلی شایم خود میدونم نه علاکه پدرم نامشون شایم خود امکم حاجه امون پهلوان بعد خدا رحمتی رحمت پهلوان بودن بعد خیلی اینجا با پدرش هم الاغ تاختن الاغ تازی کردن بعد محیدین الاغ تاختن ابو پهلوان این آدم الاغ تاختن پهلوان یک خیلی گیم حاضر دلیل پهلوان نامدار دهه ما با امام پهلوان کهتیم مرد احمد پهلوان بعد همین پهلوانایی که من این بابام و اینا گذاشتن بعد همین دور زمان با اما کم کردی همین خدا رحمتی مرد احمد پهلوان بودن خیلی باید آدم راهشون شاد بود خیلی پهلوان زور بودن بعد ما لیکن نمیدونم کی میبرامده باشد همین کاشانه بسیار آدم ها همین چی میگونن که اولاد بودن بعد شما من ارمیه تمام کرده آمد نصرت سرچش همین طرح ما اسب گرفته جنس خونش باشد البته باید که هم پهلوانی کنن آخی پهلوان آنم بچه خدا اگر خواهد پهلوان میشه دهه ما با کاشانه به هوای با یک پهلوان نامشون چی؟ قمرالدین نام قمرالدین داره قمرالدین مسئولیت به دوش گرفت. دیدید پیرو دو زنتونه کی رو استاد خود میشمارید؟ استاد من اولش خیلی پدرم که الاغتاز بودم پدرم که یک جا الاغ میتاختیم یک 7 سال 8 سال بعدا همین امکم امام پهلوان حاجی امام خدا حاضر همه آدم بسیار من خیلی همین راه به یاد میدادگی همین کار شب اون وقتا مهمانخانه داشتیم شبش کردیم چی میکنیم بعد بچه مایده در همین خانه یاد میدادن لیکن همین مکتب میرفتم میامدم طاقتم تمام میشد این آدم اسب دارن راست گفت این آدم من با همچون استاد من با هم اسب میفروردم اون وقتا تلفن رفته گرفته میمونیم هم قرق میفروردیم یک قمی با یک مشک توپ میبردیم توپ چرمی میپرفتیم اون وقت 7-8 اسب میبردم بچه ها همین همساله اما کلان خود هم توپ میپرفتیم حکم اسب میدواندیم کی میگیره خیلی من میگرفتم بسیار من همین آدم همین خیلی کارا یاد دادن لیکن خیلی خدا باشکر این خیلی حساب بگیرید 4-5 تا استادم هست بعد راستی هم همین برخان پهلوان هم از حساب یک جای الاغ تاختن و آدم می آمدن اینجا و من 2 سال 3 سال پیش الاغ میتاختن 2 سال ممکن یک 5 سال پیش الاغ تازه برآمده باشن یک پهلوان رو میدادن یک موزیک الاغ پشت می آمدن من گرنگ میکردم همین این و هم مایده همین خیلی
کشاده شدیم. مخلصی کدام پهلوان ها هستید؟ مثلا شاید از شما خورد باشن فرقش نه، شما به هم پهلوان مخلصی میکنید، همون تاکتیکشون در شما معقول، همچون خاراکتر، همچون انسان، همچون پهلوان، قوت، همه جهت شما مخلص هستید هم آدم کی؟ من روسیه و یکم همین پهلوان حاضرانی نه برآمدگی ها من همچون استاد حرمت میکنم، لیکن یکم همین من نه همین خودم با معقول خودم با همچون استاد گفته قبول کردگی افراسیاب پهلوان که همین 10 سال 15 سال زیاد همون لسیتی نو اسب سوار میشتم این نمکشان بود، در دمدم همین خیلی گرفته میگشت، چیزی که همون باید میکردم از من دوزیده یاد میگرفت، چیکار میگفتم میکرد. خیلی خدا باشه که امروز بینید یکی پهلوان بهترین قوتم خدا با شکر هست، رفتارش هم کردارش هم یک بچه با آدابی، همین الاختازیش هم رفتارش هم خیلی گویم یک میده سر بچه نمونه. من خدا باشه که خودتانم به معلوم بودگیست همین سال پارسال بود، همین 2 سال بود میرد ولایت هم ملاق میتازد میپرتاد، ازبکستان هم میرد میپرتاد، دوشنبه هم رفته میپرتاد. خیلی پنجه کیندم یکی نامدار پهلوان اما افراسیاب همچه یک شاگردم بارن بهترین شاگردم حساب میکنم. خیلی این اسمت پهلوانم ویم از ما فاتحه گرفتگی، جوهر پهلوانم فاتحه گرفتگی، من این بلال دشخازی این پهلوانم از من فاتحه گرفتگی، همون همچون من با یک شاگرد. لیکن بهترین ما با همین افراسیاب مثلا تمام جا میریم همچون من یک عمل حساب کرد استاد عمل گفته حرمت احترامش حقیقت آدم خوبی انسان خوب راستی. شما پهلوانی را در چی میبینید؟ بسیاری ها در مشتمزوری میبینن، بسیاری ها در بقوت بودن میبینن، بعضی ها در چابک بودن میبینن، بعضی ها در خاکسار بودن میبینن. شما پهلوانی در چی میبینید؟ این پهلوان یک چیزی نام پهلوان خودش یک چیز بزرگ میدونید. پهلوان خیلی من میدونید هیچ قدر ویسی کلان هم ندارم. همین سال تا میدونید همین بچه بودم 17-18 سالگی من در همین خانه من بچه یرکه یک پسر این بابا داداشیم ما 8 دختر 2 پسر همین 88 تولدش من 17-18 سالگی گوشت نخوردم. همین شوقم یکم فوتبال، دوم والیبال، سوم همین حساب اساسیوی اولا تازی با شوقم بسیار زیاد بود. همین باور میکنید چه گویم پهلوان یک نام بزرگ. اول پهلوانی خوب من پهلوان گفته زور باشم کلان باشم یک بی‌آداب باشم بی ترتیب باشم و باید پهلوان یک خودش نامی پهلوان خودش کنند که با تمکین باشد با آداب باشد. وقتی که همین با آداب باشد همین پهلوان شرافت طوری میگه باید که پهلوان همین خیلی باشد دیگه. همین پهلوانی هم من سالی من بودم میپرتید یک بوزه میپرتید همون طرفی پله یک خیلی پهلوان هم میرن غربت و جنجال میکنن سالی میمانده. پهلوانی که باشد باید پرتاد رود همون صاحبی معرکه جیغ زند بیاد یک سالیمش گیرد نباشد همین پرتافتی همین یکم آداب ترتیب دوم خاکساری هم فخر کردن در کار نمو پهلوان گفته چی کردن و همین خاطر این پهلوان نام بزرگی است همین اعتبار دار. کی را رقیب ارزنده خود میشمارید؟ این چیزا اگر بعضی ها با هم تو پریامای سوال تید فکر میکنند که مثال رقیبی به معنی بد دیدن خیلی نه، مثلا شاید یکون دوستتون باشد نه که چه فکر کنید شما با در حقیقت شما همه رقیب ارزنده میشمارید خودتون با همتن میشمارید، مثلا با خودتون هم قوت یا خیلی قوتتون احوال میحروسید، مثلا همه خیلی شما فهمیدید به فکرم فهمیدم. من این چیز علاقه میدونه چی هم گوشتنگیر یا بخشا در رنگ میبراد وقتی که این با برآمد ای وقتی کتی با یک بعدی کتی نمیبراد با یک کتی دست میتیان رنگ با میبران
Vay zemin ki galta zemin mebardorad az vay ba tand olanlar kork va xo maydagi xo kaloni namirad bo meburon bo dast mekan bo mardonor bronla meran in uloq ham xel chiz mana odi hamisha futbol ham boz kine mo ham uloq tozim shaxsan mana xel man rostgap chel famonam da uloq tozi shaxsan yalon kasa ham badbinikti raqobat yadigar buzkishi namikirim ba همین مردانگی میدان از دلیر میگم که همین مردانگی میکشنیم همین در کار شاید استاد شاگرد یا شاگرد در استاد یا همکس همین تئوری بیاد میکشنیم قوا آزمایی برای قوا آزمایی میکشنیم برای مخلصا چی کردن این خیلی اصلا گید همین وای اولاق همین خیلی چیز میدان از دلیر میگم برای این نام بزکشی میکشید بعضی هم میگن که تو جسدت مایده از فلان تکه کشیدی اول تو تکه کشیدن نتونستی اون همین خیلی کار به همین خاطر که رقیبی ارزنده خود میشمرید اون پهلوانی هست که شما در حقیقت میدونید که اول با قوت از مثل چالاک است و مثل خودتون در رقیب ارزنده من میدونید خیلی حاضر من این بچه های یاش که چند سال همی 4 سال 5 سال خیلی با شمار پهلوان هست همین که اولاق تازی کردم لیکن پیش دوری که من اولاق میتاختیم از همین کشتره 7-8 پهلوان بود از اون میتن پهلوان بودن اما که نصورش خدا رحمت کنه بایدم گذاشتن اما که تویچی بودن اما که حق داد حاضر بابای صابر رو من دولت پهلوان باباشون عالم پهلوان بابای صابر داداشون همینا گذاشتن خیلی این اسرافیل رحمتی اسرافیل پهلوان مصطفی قل پهلوان کشتیده که سر کردیم اخمرات خدا رحمتی احرار خدا رحمتی خیلی گوشتن همینا حاضر من مردم پهلوان بودن همینا خیلی قدرت پهلوان بودن همون طرف این خیلی شب گفته بیاد من باور میکنید همین دشخوازی خدا رحمتی بحر پهلوان دادای مهریدیم بودن همین دادم که اولاق میتاختم من هم وقتا نو مشک اولاق چیده بعد خیلی اصلا عباس پهلوان که تاختگی این طرف من اشتاق خودم خواه اما کم گفتگی نوانگی و پهلوان من نوابات 7-8 پهلوان بودم قادر بیاد پهلوان شادی پهلوان با رجوالی پهلوان بازار پهلوان با ملا پهلوان همین بودم طرفی جماعت خودم رو ده که یک تمام که بای ظریف بودن از نیگنات بحرین بدل خیلی خلاص یک آدمی دیگه 50 عبدالحمید پهلوان این پای کرالی علی پهلوان بودن و آدم خیلی پهلوان بودن اون وقتا توگون پشت با اجازت میتاختن همین کل بعد پایم دولت پهلوان دیاری مرادخل پهلوان خیلی بعد پایین من این دادای جوهر بان رحیم پهلوان با ابراهیم پهلوان بچه ادهم پهلوان خیلی بعد 5 کل میرفتیم این دو تا سه پهلوان هایی که نماز و صدری پهلوان برآمدن اینا استیج همین اولاق‌تازی این خیلی حساب کنید همیشون استیجشون اما کم چون که من سال 17 من 53 به در اومدم 17-18 سالگی به علاقه من پهلوان بودم این خیلی حساب بگیرید 3 سالش هم مثال 50 سالش همین دوی اولاق‌تازی حساب کنید یک گل استیج اولاق‌تازی زیاد ما همین خیلی همون پهلوانی که نام برکن قشلاقشون همین که پهلوانی و همین پهلوانای زیاد بودن ما که با یکدیگر همین که اولاق میتاختیم یک سوال جالب بود هم در دل من نمیگنجید و باوری دارم که بسیاری مخلصا همین سوال از شما کردن میخواهند نمیدونم اگر به عزت نفسی یگان توی شما نرسم من راستیگه شما هم سخت قربان میکنم جهان پهلوان هم سخت قربان میکنم چون که خیلی گفتید این پهلوانی یک نام مقدس برای نام برآوردن همه مهنت میکند زحمت میکند در همون اولاق پرساله که در شهر پنجکین شده گذشته شما از دست جهان پهلوان بوزه کشیده گرفتید کنده گرفتید بسیار یک در کامنتاری ها سر و صداهای هر گونه و فکرهای هر گونه طرفداران شما طرفی شما ازر کردن طرفداران جهان پهلوان شما بدبینی کردن گویا که همین خیلی یک چیز به وجود اومد ما میخواستم همین مسئله شرح میدادید برای چی همین خیلی شد یا اینکه یک چیزی معمولی بود باید که میشد این چیزی خودتون اون از زبان خودتون میخواستیم که شنیدیم که همین چی حالتی بود بسیاری ها فکر گفتن که از بدبینی بسیاری ها گفتن که از قصدگیری من فکر میکنم پهلوانی خیلی نیست خودتون یک شرح میدادید
Hakika. برادر از یک کاری که همین بوسکشی خودش و یک چخل گوییم همین قوه آزمایی و برای یاشو مثلا پیر گفته گفنی ما من بعضی اولاقا از اولاق پنج کندم پیش بعضی اولاقا توری می آمد از افراسیاب خانه نو چی کردیم که تعریف کردیم شاگرد بهترینم در حقیقت شاگرد بهترینم در مویان همین خیلی شد که من از همه تکه کندم کشیده گرفتم و آمد پرم یگان طرفی ما یگان سخن چینه ما هم این خیلی با بعدی پرت افتیم آمدیم اما من شاگرد انم خیلی ما هم این جهان همه علاقه پنجگی یگان بدبینی کتین کار نه و هم یک شاگردی ما و پدرشان کتی همنامی هم پدرشان فرم همنامی خودم و آدم کتی نکم 20,000 ممکن علاق تاخته باشیم خواهی آمدم برامدم من سنی سالی من هم یک 53 رسیدیم همون علاق بسکشی ما همین خیلی با یک دیگر یکم کینه کدرت نه همین خیلی توی رو آمد کشیدیم بعدی تکه داشتن نمیدونستیم همین خیلی تکه داشتن باید سر دادن یک خیلی گوییم همین سر دادن خیلی و هم درکار شد من پارسال بود از من تکه کندگی من چیکل گیم از وقت بوزا کندگی گرفتیم همون بچه هم آمده یگان سخن ما با یگان گم نده بین ما یگان کینه قدرت این خیلی گپا نیست لیکن مخصوصا همون حالتی که در همون پنجکین رخ داد بسیار سر و صداهای بالا من افته همین اینترنت و تلفن همین سر و نمی سرخان روسیه سرخان نمیرم بعضی کمی چیو میفهمم کمی خیلی لیکن در کوچه دهمون و اولاقا همچون من احترام میکنند همین سالم اولاق تاختیم از همین گپی که همین کاری که میکنیم باید مردم همون دستر اولاق میماند گشت میریم خیلی بعضی بالشکا ممکن گفت شما همین خیلی میکنن مخلصا که برای چه از جهان خیلی گرفتن جهان عدسی این آدم چه خیلی کن این همین خیلی ما امروز میشه ما همین خیلی میکنیم پگاه وایم از ما باره یک پلون بزرگ میشه یک از میگیره این اولاق یک دست بالای دست میگیره بازی این گفتی همون است که آخه وقتی که دو کسا داشتید و سرتی هم گویدم نمیشد آخه سانم خیلی یک چیزی عجایب بود کنه در بالای این مردم سرت داد میگه تو همین سر داد بعد اینجا یک گپی دیگه همین باور میکنید همین مخلص باید که مخلص اشدی همین خیلی چیزا اینترس میکند برای میکند یک کیفیتی هم کنده تو از جهان کندی جهان حسابش بیگان گپ زدن باید این خیلی کار نشه این اولاق همین کند می خیلی همین باید این اولاق ما باید چخل گیم و بچه‌هاش تربیت کنیم آینده پلوان میشد ممکن از بچه من وای میکنه امین عموما من از نام فرمان پهلوان و از نام مخلصان یعنی فرمان پهلوان و با تمام مخلصان جهان پهلوان گفتنی هستم که در حقیقت در زیر کامنتاری ها بسیار بود این نوشتجاتایی که مخلصای وای آدم این آدم پس زدن مخلصای این آدم وای آدم گپ زدن که خوب شد این خیلی اون خیلی برای پهلوان شدن برای در بالای اسب نشستن و در میدان هنرنمایی کردن سالیانی دراز در کار مهنت در کار در خون بودنش در کار عموما یک گفتی با همین پهلوان است که یک چیزی مقدس است این به همین خاطر من شخصا مخلص تمام پهلوان‌ها هستم زیرا که هر یک آبرو هر یک اعتبار به هر یک انسان خداوند میدهد وقتی که خداوند که داد و یا بعد دیدن کاری خطا است برادر عزیز و همین خاطر میگذاریم به سوال دیگر من عموما همین جواب مرا خیلی وقت باز یک باند دل من بگیرید من آنچه کشوده شدم بسیار که در کامنتاری ها بسیار نویسنده برادر اختلاف پیدا شد بین مخلص ها به همین خاطر بگذار همه خیلی مسئله ها نشود بهتر خب اسبی دوست داشته شما اسبی گپ گیرتون این تاب دلتون میخواد که هم اسب دید شما تازه یکم من پهلوان کرگی اسبی خودم منی ابو میدونم پدرم از انزاب گرفته آمدن نوحه عینی همون
آوردن از یک دستش کم کم چلاق میشد چلاقی میگرفت لیکن وقتی بوسکشی میداد چلاقش گم میکرد همین خیلی من این آدم از پلچی بود فقط من از این تکه میگفتم تمام میرفت یک کس میچسبید تکه میرسم میگو از خودش میگشت که هم تک بزبا نرسه همین خیلی دوزد هم پله همینجا باشد این طرف نمیرفت همون با کم میرفت هم جایی معین کرد همون اسب یکم من پهلوان کردی همون اسب قریب 10 سال دستم ایستاد همین 10 سال با آنچه کار میکنید آخه همین دوست داشتن اسب بهتره نموای بود نامش چی بوده؟ نامش جیرنگ اسب جیرنگ اون وقت نام نمیموندن اسب جیرنگ آرزوهای عملی ناگشته شما چه آرزوها داشتید که شما نتونستید در حیات عملی کردن؟ خدا با شکر تمام آرزو رسیدیم همین آرزویی که چل گیریم همین پهلوان یک نامی بزرگ بوده است که ما همین درجه رسیدیم ما از حسابی پهلوان مردم میشناسند ما خیلی راستیه از همین تاجیکستان بیرون هم بزکشی رفتیم خیلی خودی پایتختم خوجندم من ازبکستان چند رایون همش از پشت همین پهلوانی نامو از پشت همین پهلوانی اولادمو ما فرق کردیم اوره اعتبار گرفتیم در آخر خلاصه شما از همین برنامه ما مثلا برای چین سوال من دادم بسیاری پهلوانا یا که شخصای نامداری همون دهه های ما پیشکش میکنیم همراهی نمیکنن یا اینکه در نوارها هم صحبت شدن نمیخواهند از همین برنامه ما که من با یکی از نامبردارای همین دهه کاشانه با شما صحبت گذراندیم من از شما مجبور کردیم میخواهش کردیم به کوهسار آوردیم از همون دوره هایی که 10 سال از این پیش آمدگی نبوده من همون کپه های بیگیتون و باغتون دیدید و باغاتون دیدید و چی خلاصه میبرید همین برنامه ما من راستی من دور 3 روز 4 روز پیشم تلفن کرد همین خیلی شما ماکتی میرید گفتم من پمچلاک خیلی میریم روزی بارون خیلی مایلش گفتم بیدید بارونگری شد امروز چی کرد که تلفن کرد تیار شد خیلی رویم من باور کنم تا از همین مرگدر قشلاق آمدن برای من مشکل بود دیگه وقتی قشلاق آمدیم برو آمدیم من علاکه دیگه چی کردم من راست که خودتان بایم نگفتم که من به حد خرسند شدم شما با هزار رحمت قریب 10 سال باز همین کوی کاشان نبر آمده بودیم و همین فایل شما آمدیم خیلی گرچند که مرگدر کش رفت زندگی کرده باشه ما فرزند همین دیار همین نافی خونم در همین کاشان ریختگی بسیار خودم راست که خرسند شدم خیلی گیم من از این خیلی شما چی کردم خیلی این من همین نواربرداری شما من خیلی چی باوردم یکم همین چی کردم من باور کنم خیلی خرسند من یکم از میندار خودم شما بیان میکنم شما یک کاری که همین کردید من گفتید فهمانید که این آینده یک تاریختون ممکن میماند شما باید فرزندتون باید نبیراتون ممکن شما این تماشا کرد یکم همین خیلی چی میکنن که همین خیلی آدم بوده است من یک بابا ما گذاشتن پدرم ما گذاشتن اولاد ما گذاشتن همون همین خیلی کاش که یکان چشم میشد و امروز ما همون آدم ها یک ویشان دند یک دیسک میدیدیم یا یک نوار میدیدیم میبینیم که من این بابای بفامو من این بابای خواجمیردیم همون بابای بفامو در وقتی همین جای خواب با همین آخران امراشم گوشتن نزدیک در بچه 6 سال 7 سال بچه در یادم کم دارد لیکن این گشتشان الاختازشان همین خیلی کم میشد با یک من هزار رحمت میجون شما که من شخصا خودم این ندار با انام منمی اهل دیگه چند نفر دیدید همون شما با چیکن من شخصا همین مخلص خودم همین مخلص شما با از نام دیگه ندار بیان میکنم سلامت باشید هزار رحمت میجون کم نشد من راستی با شما میندار که سخنی ما نشکستید بچه خیلی که گفتید این چیزها راستی گپ حاضر قدرش انیق نمیشد بعد از 30 سال 40 سال 50 سال 100 ساله ها شاید که نبیره های ما باید فخر کنن که من البته شاید که من همین جایی که ما نشستیم کجا گفتم اینجا عزیز کوتان همین جا شکر کوتان شاید که همین جایی که ما نشستگی هستیم یک سالیان نمیگذره دو همینجا آمده آدما شیشته یک دعای فاتحه میکنن به خاطر روح ارواح ما شما که همنا همینجا شیشته صحبت گذراندگی هستن این چیز من فکر میکنم همین نوارهای ما نادر ده همین
махсус ҳамин гуна наворҳо чӣ باوری ندارم که شما من باوری دارم که اگر یک نفر دیگر شما گوید که بیاید کوههای کاشانه رویم نوار کنیم شاید که نبیاید چی به علاقه اومده از این پیش آمده نوار شدگی نبوده این خیلی نوارها باید که نادر باشن کمیاب باشن به همین خاطر عزیزای دل و نیتی ما یگان خیلی بد نیست اگر از پهلوان‌های دیگر دهه ها خواهش میکنیم که با ما همراهی کنید در کوهسار با شخصانی که نامبردار دهه هستید میگوییم که در کوهسار بیاید همراهی کنیم حتما همراهی کنید یک صحبتی آزاد و صمیمی در این در این قدر بلندی ما میدونید قریب 5 ساعت راه گشتیم 5 ساعت راه گشتیم ولی تا بیگاه رفته خونه میرسیم عموما به همه شما یک جهان تشکر میکنم به فرزندانتون یک جهان تشکر به همه شما یک جهان تشکر شاید شما دودری عزیز کم نباشید این که از حافظ بودین روبو باشم خاطر برآمده است ما میخواستیم که اینجا کم تر خونن بی روبو اومدیم حال با یک بی روبو باشد میخوانم شد تمام خواهش من جان آخران سخنی آخران یک چیز گفتنی من ده همین کار من تشکیل کرد ما گفته آمدید ما خودم شخصا الهام آمد همین رفتار همین چیز فکر کرده خودم به خودم آمدم گفتم که در آینده همین کاشانه در دهه همین کاشانه همین بچه‌هایش خودم شخصا تربیت کنم اولادم باشد از اولادم خیلی اون مگه همین دهی کاشانه ممکن هم 4 اکای دادر یک اولاد باشند همین تربیت کنم از پای نسل تیار کنم همین تربیت کنم با یک شاگرد پیدا کنم از همین دهی خودم براریم با همین میدان برام با همین میدان برآمده کنم گفته خودم را فکر برام من با بار دیگر میگویم که همین ما شما تماشا میکنن مخلصا هستن همه شما 100 تشکر میگم شما ندار من از همین کاری کردید الهام سلامت باشه شما من باوری نداشتم که با شما اینقدر صحبت صمیمی و آشکارای و خاکسارانه میکنم یا اصلا آدمای نامدار کم باشد با غرور میبیام من شما این گونه خاکسار تصور کردگی نبودم یک جهان تشکر بعد همین مرگدر از همین کاشان سال 1998 کشته رفتن خانه کردیم بچه ها همیشون همینجا تاجیکی خواندن از همین مکتب بچه ها خیلی پسرچی رحمت این کلانی گذاشته باشن 3 پسر 3 دختر بود در خواز 2 پسر 3 دختر برآوریم پسرچه ها همینجا باور میکنید 2000 سال الاغ کردیم هم مرگدر یک 2 روز الاغ دادیم چی هم گرچند که در مرگدر کشیده همین زندگی میکنم ما چیکار کنیم بسیار آدمو میگن که فرمون شما مرگدری هم مرگدری میگم لیکن همین قشلاق خیلی بر در زندگی همین و اونجا زمینم گرچند زمینم باشدم همینجا زندگی بسر برایم این اولاد همین اولاد آمدم همینجا دلمو میکشد کجا برویم با همین نام کاشانه برآمد میکنیم زنده باشید دیده از یک قشلاق کوچک برآمده و اینقدر نام برآورده در تمام وادی در تمام جمهوری برون از جمهوری نام برآوردن هم این یک خودش علاقه پهلوانی ده خودش یک شهرتمندی است و همین خاطر آخر سخنی هر دوی شما برای نسل نورس الهیم همخ من این زیرک چالاک بقوت ما بارین همین یک پهلوان بزرگ شوند همین نامبرداری همین یک دیار باشن نامبرداری همین تاجیکستان باشن کجایی که نبرن خواه روسیه باشن خواه در اینجا باشن همین چی خیلی گوییم برای همه برای کار صحت سلامتی همین تمام جاها من خوشبختی خوشحالی میخوام برای همین جوان ها زنده باشد اما که اول همچون یک پیری کار جوان ها به یک دوام داده همین نسل‌های نورسم به تمام مردمتون خلقتون چی خلاصه برآورده در زمین برنامه من راستی گپ زمین که کردی سودم که شما همه ما چقون گشت وسید در کوه باور کنید پیش گشت اولا السلام علیکم امیجان در دهه ما من هم خیلی عذابو کشته آمدید تمام برنامه خلق شما با تشکر بعد گپ همین که ما همین دهه که فرزندش هستیم
برای دیه، برای تاجیکستان صمیمانه خدمت کنیم. برای یاشا نصیحت روی راست نشان دهیم که آینده داداشو باباشو من همین دیه چخیل سرشته کرده بود، آباد کرده بود، با آباد کند و تاجیکستان با خدمت کند، خلق با خدمت کند. 60 به در آمدم گویا که امروز شما که این کوبه برآمده من این دلکشاد وای کردم. گفتم حاضر 6 ساله 6 ساله و فکر کردم که من حال 6 باشم. من یگان وقت خدمت خلق قباره کن نمیگردم تا من همین چقدر خدمت خلق با آینده یک روز باشم هم خلق به خدمت کردن میگذاریم. بچه همه که اکرم ما امروز باباشون اسطوری بودن. کی باباشون؟ باباشون اکرام کنه اسطوری داشتن. همین اتهم حاضر رئیس اینم یک نظر لام تا وقت داشت. این اولادی سلامت باشن. انمین دادر عزیز در مکتب صنعت شهر پنجکین تحصیل میکنن در سمت نوازندگی و آوازخوانی. متاسفانه امروز ربابشان در مکتب مونده است، دیگه نآورده بودند. حال خدا خواهد دستگیر میکنیمشان امروز. گرچنده که به کمبودی ها نگاه نمیکنید، ما میخواستم که یگان سرود درباره وطن باشد، درباره کاشانه باشد. میدونید درباره کاشانه میدونید؟ بین کاشان گذرید یک تا زمزمه میکنه خدا خواه شده کرده. اگر یک لحظه خاری زبان بینم، سخنهای روان ناروان بینم، به دستی ناتوان بینم، دلم بر سوزد، به حال زندگی سوزد. چون بینم هم دیاری خورسند و خودکام، شناسد خویش ها را علامه ای ایام. نداند مصرعی از حافظ و خیام، دلم بر